درود بر شما. آرمان ولیان هستم، مدرس و مشاور در حوزه بیزینس اتیکت یا همون اصول رفتار حرفه‌ای در کسب و کار و تجارت بین‌الملل. امروز در سازمان مدیریت صنعتی تهران هستیم. سازمانی که با افتخار سابقه 60 سال آموزش و پرورش مدیران مرز و بوم رو در کارنامه خودش دارد. توی این مجموعه آموزشی دوست داریم شما رو با آداب مربوط به جلسات و مذاکرات آشنا کنیم. همراه ما باشید. خیلی از افراد چه بسا از روزها، هفته‌ها و یا ماه‌ها قبل‌تر خودشونو برای یک جلسه مهم و یا میز مذاکره آماده میکنن به لحاظ محتوا که چه صحبت‌هایی بکنن چه صحبت‌هایی نکنن. اما خیلی از افراد غافل از این هستند که چه اهمیتی ظاهر اونها در اولین برخورد داره. به اصطلاح اسم اون رو first impression گذاشتند، همون برخورد اول که در کسری از ثانیه صورت میگیره و مردم با این برخورد اول در مورد ما قضاوت‌هایی میکنن و ما رو تو کشوهای مختلفی میذارن. آدم‌های موفق، ناموفق یا اونهایی که ادای آدم‌های موفق رو در میارن. بنابراین خیلی مهمه در کنار بهداشت فردی که رعایت میکنیم، از بهداشت دهان و دندان، بهداشت ناخن، بهداشت تن و اینکه شعار ما این نیست که تا از در اومد بوی گل اومد و نیازی به خط بو هم نداریم، در کنار این موارد خوبه که به لباسمون هم بپردازیم. به هر حال لباسی پوش چون خورشید و چون ماه که باشد تا تو باشی با تو همراه. از کفش و جوراب تا شال و کلاه برای خانم ها و آقایون بایستی به موارد دقت کنیم. خودمون رو مثل درخت کریسمس به هر حال آذین نکنیم. شعار ما این باشه که less is more، هرچی کمتر بهتر.